سلام به شما بینندگان عزیز پیک شادی و همراهان کامنت. من هم گرمترین و صمیمانه ترین سلام‌ها و درودها را خدمت شما دارم. امیدوارم که تعطیلاتتون رو در ایام سقطیه یا همون ارتحالی دی در کنار دریای شمال خوب و خوش گذرانده باشید. خیلی خوب جای انگشت گذاشتی. حالا حرفای خامنه‌ای به مناسبت همین ارتحالی دی رو سر قبر خمینی شنیدی شما؟ حالا یه ساعت وراجی که کدوم قسمتشو میگی؟ این قسمتشو میگم. این قسمت رو ببینیم با هم. اسلام افراد متحجری که اسم اسلام رو میارن، درس اسلام رو ممکنه زمزمه هم بکنن، اما اسلامی که اسلامی را که بیشتر احکامش مربوط به زندگی اجتماعی و حکومت و سیاسته اون رو قبول ندارن. اینو امام قبول نداره. بله، تا الان امام خوبی ها و امام مهربانی ها و امام دل ها بود. حالا امام ضد تحجر رو هم خامنه‌ای براشون تیار کرد. من فکر کنم اگه خود خمینی زنده بود یک چک افسری آبدار میزد صورت خامنه‌ای که صورتش مثل دستش فلج میشد یه طرفش. بعد میگفت این سوسول بازی‌ها چیه؟ به من میگی ضد تحجر؟ من اصلا اولش خود تحجر بودم، بعد دست پا در آوردم، بعدم این کلیپو میکوبید تو صورتش میگفت خیلی خرید این کلیپو. بله ما مرتجع هستیم، شما روشنفکر هستید، شما روشنفکرها میخواهید که ما به 1400 سال قبل برنگردیم. ما مرتجع هستیم. بسیار خوب، بریم سراغ قطار پیشرفت رئیسی و یک خبر تورم شکن دانش بنیان. ما فکر کنم تا روزی که رئیسی رو کت بسته نیاریم دادگاه تو این قطار پیشرفت. این قطار رو ولکنش نیستیم. ببین صادرات خودرو از ایران به عمان در حاشیه دیدار سرپرست وزارت سمت با وزیر بازرگانی عمان، تفاهم نامه همکاری در زمینه صادرات خودرو از ایران به عمان و صادرات مجدد به سایر بازارهای ثالث امضا شد. بابا چرا میخندی؟ بابا خودرو دارن صادر میکنن. چه خودرویی میخوان صادر کنن؟ همین پراید یا همون ژیانای 250 میلیون تومانی رو. نه ببین من نمیدونم والا دقیقشو، اما تو همین فاصله یه خبر جدید رسیده که کل قضیه رو منتفی میکنه. ببین چی نوشته؟ نوشته که شرکت ایران خودرو کلاً تولید محصولاتش رو به خاطر نبود ارز متوقف کرده. یعنی وقتی خودرو تولید نمیکنه چی رو صادر میکنن به عمان؟ اختیار داری. اصلا کیف کار اینجاست. دقیقاً ویژگی این رژیم اینه، اون چیزی رو که نمیتونه تولید کنه صادر میکنه. اصلا اقتصاد مقاومتی و جهاد خودشفاهی منظورش هم چیزاست، یعنی چیزی رو که نمیتونی تولید کنی و تولید نمیکنی صادر میکنی. مگه واکسن نبود؟ همش با تولید داخلی آب مقطر زدن به مردم و صادرم کردن. تازه این ایده مال کیه؟ مال سپاه پاسداران. حاجی زاده گفته سپاه میخواد در عرصه خودروسازی هم ورود کنه، یا حضرت ابوالفضل. در حوزه خودرو سال 97 با بحث خروج از برجام خودروسازا با مشکل تامین قطعه مواجه شدن و بسیاری از خودروها جمع شد تو پارکینگ به خاطر نقص قطعه. اروپایی‌ها ندادن. یه کمکی کردن بچه‌ها، ورود کردن وزارت دفاع، مجموعه هوافضا، بومی شد. بسیاری از قطعاتی که معطل خارجی‌ها بودیم اینا حل و فصل شد. و حالا هر کس از هر جا کمک بخواد ما میتونیم کمک بکنیم، ولی ما نمیتونیم بریم جایگزین خودروساز بشیم یا جایگزین مجموعه دیگه. ولی بابک فکر کنم ورود کرده سپاه تو صنعت خودروسازی، با پای چپ هم ورود کرده. منتها به جای اینکه خودرو بسازه دوباره موشک ساخته. موشک ساخته، اونم چه موشکی؟ موشک نگو، بسته شکلات بگو. ببین مثل بسته شکلاته، هم آبیش هست هم قرمزش. به این میگن موشک کیلویی. اینا چون هرچی موشک ساختن یا به در دیوار خورد یا رفت وسط بیابون، الان رفتن یه دونه صندوق گذاشتن بالای موشک، خرت پرت صندوق میوه است، خرت پرت میریزن توش، آبی قرمز، که بالاخره یه تو هدف به یه جای یکی از اینا همینجوری هم که داره شلیک میشه میریزه روی مسیر. همون موشکچه ها که توشن تو مسیر میریزن. یعنی یه فناوری جدیدی که حاجی زاده اینا کشف کردن برای اینکه دقت موشکاشون بره بالا. بالاخره 80 تا از این خرت پرت ها یه جایی میخوره دیگه.
مثل این تفنگ ساچمه‌یا مثل بود. آره دقیقاً مثل تفنگ ساچمه‌یا بودی که می‌رفتی این گله سارا بزنی پرنده‌ای می‌خورد. یکی می‌خورد دیگه، میگفتی من دقیق همون نشونه گرفتم. حالا یه نکته مهمی که وجود داره این رنگ قرمز و آبیشه، اینا برای چیه؟ اینا داستانش چیه؟ تمام فناوری تو این دوتا رنگه، قرمز ضد نفر، آبی ضد ساختمون. آها، یعنی حالت هوشمند داره. مثلا قرمز تشخیص میده که این نفر میره میخوره به نفر، آبی میخوره به ساختمون. نه به این شفافیتی که تو میگی نه، تو همه رو میندازی گردن موشک. آها. ببین موشک که کارشو کرده، رنگ زدن گفتن قرمز تو مال ضد نفری، کردن تو اون صندوقه کردن فرستادن. تو اون صندوقه. دشمن باید هوشمند باشه که وقتی آبی میاد نفره نره زیر آبی وایسه، بره زیر قرمز وایسه. ساختمون هم باید طوری درست کرده باشن که تو مسیر آبی باشه. یعنی همکاری با دشمن هم دشمن باید عاقل باشه. دشمن باید حالا عاقل. این واقعا سوال اینه که این چه گلی به سر کی میزنه؟ این نون و آب میشه برای ملت. تو تمام صنعت موشکی رو بردی زیر علامت سوال. این اصلا حلال مشکلاته. ببین فردا اگه مالک اومد، مالک خونه تو رو خواست بندازی بیرون، کرایه خونه رو خواست، بهش میگی چی؟ خیلی عقبی. حاجی زاده مگه ندیدی یه موشک ساخته از اینجا میره 80 تا اونجا بیاد پایین؟ اگه رفتی صف نونوایی دیدی نون نیست و آرد نیست، اعتراض کردی، بهت میگن بابا کجای کاری؟ حاجی زاده مگه نشنیدی موشک ساخته یه دونه 80 تا میشه؟ اصلا حاجی زاده میگه ما میخوایم اینا رو قطعه قطعه کنیم بزنیم سر سفره به جای نون، مردم بخورن دیگه، اقتداره. ولی من یه فناوری بالاتری هم میخوام با حاجی زاده پیشنهاد بدم، خودشو سلامی رو آبی قرمز رنگ کنن بزنن تو اون صندوقچه پرتاب کنن سمت دشمن. این دوتا هر جا فرود بیان عالمی رو به گند میکشن. خیلی پیشنهاد هولناکی بود. درسته، جنایت علیه بشریت. بابک این بازار سدسمال بود جنوب تهران، رفته بود اون طرفا؟ برای خرید نرفته بودم ولی خوب آشنایی دارم. ببین هر آشنایی که داری، هر چی از بازار سدسمال شنیدی بذار کنار، اینو ببین فقط. 70 تا کشور دنیا میگه ما تو فلان کشور نشستیم، این شاهد 136 ایرانی‌ها رو تو رادارمون نمی‌تونیم ببینیم. از این بابت دارن جیغ میزنن فعلا. حالا مشکل ماست برام ببینیم. و مطمئن باشید عزیزان اگه اونا نمیتونن ببینن، ما رادارایی داریم که دارن میبینیم. و مطمئن باشید اگه یک کشوری داریم واگذار میکنیم اینو، یکی از بچه‌ها گفت آقا شما چرا به روسیه مثلا اینو دادید؟ گفت چین 15000 تا از ما خواسته. ما که ارزه نداریم پراید بفروشیم، فقط خرج مملکت 15000 تا الان چینی‌ها خواستن با موتورهای مختلف و با چیزا. یاد کوچه بلن افتادم. این کاسبا بودن حراج میکردن، بدو 3 دست 100 تومن از دست ندی، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار بیار. این پاسداره هم انگار که پهپاد حراج کرده، بدو پهپاد از دست ندی، هر 3 تا پهپاد 100 تومن بهت میدم. چین 20 تا برده، روسیه 40 تا برده، تموم شد آخرشه. ولی خب معلومه که این پاسداره از پای بساط بلند شده، خوب سر کیف داره خالی میبنده دیگه. فقط اینجا بگم اون کاسبای شریف و نجیب واقعا مسئله مردم رو حل میکردن، نه یه جنس آشغالی که رنگشو فقط این پاسداره زده، موتورش مال یه جا، سیم پیچش مال یه جا، رنگشو با پیستوله این پاسداره زده. خب میریم سراغ بخش پایانی و کامنت یه جمله‌ای که بعید میدونم بتونی توی یه جمله جمع و جورش کنی. اعتماد کس نکرده. بعید میدونم. ببینیم اینو. گفتم آقا احمد آقا من میخوام عکس بگیرم. خب بگیر. قبلش باید از امام اجازه میگرفتی، اینجوری گفت احمد آقا. یه دوربین کامپیوتر تمام اتوماتیک پیشرفته جهان رو داشتم. این آوردم شروع کردم عکس گرفتن، این لنزش میرفت تو میومد بیرون، میرفت تو میومد بیرون. دوربین چرا خراب شد؟ میگرفتم روی امام اینجوری میکرد، میآوردم این مرتب تختر میزد. میآوردم روی امام اینجوری میشد، میآوردم این مرتب که شما نشستی تختر میزد. اینجا روشن نور داری، اونجا هم نور داری، اینجا جای امام تاریکه نمیگیره. منم که فلاش ندارم. هر چی با تلاش کردیم که این دوربین اینجا تن زیبا و معطر امامو بگیره، دوربین نگرفت. گفتم دوربینم خراب شد. از دیوار خودم رو پرت کردم اونور، چون 2 نفر از جمعه گوشته که این بر گوشته و در یکی اون بری در، نه کسی بیاد نه کسی بده. عکاسا و خبرنگارا همه پشتن. از دیوار خودم انداختم تو دفتر. یه دوربین کنون داشتم، بعدش آوردم با دست تنظیم کردم، دوربین کنونم پیشرفته.
هر چقدر ما تلاش کردیم که بگیریم 5 حلقه فیلم مشکی من دارم. الان دیگه الان موی سرم سفید شده، مشکی لوله کردم کنار گذاشتم. بعد از اینکه غسل امام تمام شد این دو دوربین نگرفتم. غسل که تمام شد بنا رو پوشوندیم، کفنو بستیم، بدن دیگه در امان شد. دوربین من تکتیر بود، مسلسل نبود. حالا خودش شد مسلسل، تق 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 تق، انگار دوربین مثلا موتور داره. شروع کرد تق 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 گرفت. گذشت. نمیدونم حالا اونجا اسمش چی میشه بذاری، تصرف میکنن اون، نمیدونم، من عقلم نمیرسه چی این اسمشو بذاری. بله اینم از این. این اصلا یه جمله هم نداره چون خودش تو کامنت توش بود، هیچ بدون شرح کامنت سرخوده. کامنت سرخود بود. ما فکر می‌کردیم فقط زمین خمینی رو قبول نمی‌کرده، نگو دوربین هم قبول نمی‌کرده عکس بندازه. یکی از ویژگی‌های خمینی چی بود؟ هیچ موجود با شعوری حرف خمینی رو نمی‌فهمید، ولی موجودات بی شعور حرفشو کامل می‌فهمید. مثل این دوربین. البته یه تعجب دارم، این یارو جانوری که این خاطره رو تعریف کرد با این خاطره نشون داد که یک اپسیلون شعور نداره. اینم باید متوجه میشد چون اینم تو دسته‌بندی انسان‌ها قرار نمیگیره با این خاطره‌ای که تعریف کرد. ولی این دفعه تو خودت ما رو بیشتر از یه جمله وردی دیگه. عالی بود. بینندگان عزیز ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همتون. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.